یه فکر اینجوری هم هست که برای دکترا برم اونور و حالا از اونور بخوام دیگه حالا کارهایی که ببینید عزیز، ببینید 700 سال قبل سعدی گفت سعد یا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. ما قرار نیست که وقتی که محیط نامناسبه خودمون از پا در بیاریم به دلیل اینکه ما اینجا هستیم یا اینجا متولد شدیم. شما اگر در خودتون توان این رو میبینید که بیرون زندگی کنید، هم از اینکه درس بخونید یا کار بکنید، به نظر من میتونه موضوع مطرح باشه اگر اینقدر حساسیت درباره شرایط و محیط ایران. ولی من مجبورم به شما بگم گفتگوی با شما من رو متوجه یک اضطراب و شرایط عادی دلتون خواست حرکت کنید. به هر حال من و شما یه چیزی نزدیک 50 سال عمر جلوتونه. هیچ دلیل نداره به خاطر 36 سال گذشته 50 سال بعد هم دور بریزید. امیدوارم یه انتخاب مناسبی بتونید پیدا کنید، ولی اونجا جای شما نیست. آدم تو زندگیش اگر یه جای احساس امنیت و آرامش نمیکنه باید جاشو ترک کنه عزیز، برای که امنیت و آرامش تو مغز کار گذاشته شده. وقتی که اونا نباشه آدم 15 سال 20 سال زودتر میمیره و نصف توانش رو هم نمیتونه استفاده کنه. بنابراین اگر احساس امنیت و آرامش نمیکنید بیاد بیرون. اما اگر شما مسئله و مشکل دارید اونا رو حل کنید، شاید اون محیط هم براتون تا حدودی قابل قبول باشه.